وصیت 31: فضیلت پرهیز از دنیا. از ابوالعباس سهل ساعدی رضی الله تعالی عنه روایت است که مرد نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمد و گفت: ای پیغمبر خدا، مرا به کار دلالت نما که چون آن را انجام دهم خدا و مردم دوستم بدارند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: در دنیا پرهیز نما، خدا دوستت می دارد، و در آن چیزی که نزد مردم است پرهیز نما، مردم تو را دوست می دارند. روایت ابن ماجه. از عبیدالله پسر مسعود رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در بالای بوریا خواب رفت و چون برخیست بر پهلویش اثری بوریا بود. پس گفتیم: اگر برایت یک کته بسازیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: مرا به دنیا چه حاجت؟ من در دنیا مثل سواره‌ای هستم که بر سایه درخت می نشینم، چون سایه برود آنجا را ترک می کنم. روایت ترمذی. از عبیدالله پسر محسن رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: شخص در جایگهش با امن شب را به صبح رساند، تنش صحت باشد و نزدش غذای همان روزه اش باشد، مثل که تمام دنیا یک لوح به او داده شده است. روایت ترمذی.